بیا یگید بیا با هم میرویم. دیدید سردارم، کاری کرده ایم امده را دیدید سردارم. پسرم را ربوده است. چه خیل دلش می شود سردارم، چه خیل. آخر او از طفل بیگناه چی می خواهد سردارم، چی می خواهد؟ صبر کن، همه شو میفهمیم. بیا زودتر با هم میرویم. نبض قلبش آهسته شده ایستادهاست. خون بسیار میرود. اکنون چیکار میکنیم؟ این دخترها کجاشونند ها؟ در راه آمده ایستادند. رفیقان حالتش خوب نیست. با او چی شد؟ نبضش ولی کم دیوان شده بد شده ایستاده است. زودتر باشید. ممدو! این امانت بی جواب نمیماند سردارم. مگر با او دارو دادند؟ مینه سرش رو خراب کردند؟ مگر با او چی کار کردند؟ از برای خدا تو نگو چیز گوید سردارم، وگرنه دیوانه میشوم. به خدا دیوانه میشوم. هدف ممدو چی است؟ پیکاس و آرزو. مهم آرزو نیست، برای او پیکاس مهم است. آرزو نه چندان برای مهم است. بار دیگر میگویم پیکاس. پس چیکار میکنیم سردارم؟ گپ زنید، چی باید کرد؟ راه حل مسئله رو یافتن در کار. اول خوب فکر میکنیم، بعد چاره‌اش رو میبینیم. خیر مایلش، تو آروم شو. تو فقط آروم شو. آروم باش. در حال او را با اتاق جراحی ببرید. در حال را میبره. دکتر لبای هر کاری که از دستتون میآید انجام دهید. این آدم باید زنده ماند، نباشد سرمان در بلا میماند. هرچی از دستمون باید میکنیم. جواب این را خواهید داد. با همه یک به یک سخن گفتن میخواهم. با نوبت با من جواب میدید. لیلا پس پی کارت شد. خوب شده است آقای مظهر. خیری لبای راه گرد. آخر چرا زنگ نمیزنی؟ زنگ زن آخر. زنگ زن میگویم. کمتر پس زنگ میزند. اگر زنگ نزند چی؟ در همینجا ریشه دوانده منتظر نغمه های ممدو میستیم. اگر سردارم یگون کاری باید کنیم، آخر یگون علاج یابیم. چطور این خائنان وطن را آزاد کردید؟ ممدو، اگر به دستم افتی چی کار کردنم را میدانم. یگید یک دم است. و خدا از بصبری تو سری من هم ویرون شد. کنی زنگ زند؟ البته که زنگ میزند. چکلی که او به ما لازم است، ما هم برای او لازم هستیم. فاتحه هدف اساسی او نیست. این را با کدام مقصد میکند؟ این است معمای اساسی. از برای تو من هم همه را فراموش کردم. باید با آقای مظهر این مسئله را فهمونیم که به اجازت من رابیه رو نزد پیکاس به نظارت خانه در آورد. آیا یگان کس میداند؟ اگر دانید گپ زنید که این کار را کرد، از شما منتظری پاسخ می باشم. جواب شما را انتظارم. تو مگر یگان چیز را دیدی؟ نه آقای مظهر. تو چی؟ من هم ندیدم آقای مظهر. گوش کنید، همه شما را با جرم خیانت بر وطن به دار می آویزانم. خوب فکر کنید. غیری، آیا تو یگان چیز رو دیدی؟ با خدا قسم میخورم آقای مظهر، من با اونجای دیرتر اومدم. اگر یگان چیز رو دیده باشم چشمانم کور شود. با خدا. بس کن. این خیلی قسم نخور. این سخنانی که از دهانت برآمد برعکس نباشد. چطور شد که تو با این چشما هیچ چیز رو ندیدی؟ من در اونجا نبودم. ای خدایا، ما با چی کارها آواره هستیم. خیر میلش، معلوم شد که تو نمیدونی. نه من نمیدونم. مرا گوش کنید، آخران مراتبه میپرسم. آقای مظهر، یکی از آن بیشرفان مرد. چرا اینقدر آنها رو عذاب میدهید؟ لیلا خانم، اینجا بنای دولتی میباشد، نه یگان حجره خانه. مکان شکنجه دهی هم نیست. اینجا بنای مردمی میباشد و در اینجا برای امنیت مردم من جوابگوی میباشم. کسی که باشد فرقش نیست. آفرین به کسی که این کارو کرده است. با تو من بد گپ میزنم. این حرکت تو علامت جوانیت است. حالا باشد از نظرم دور شوید. زودتر.
آخر زنگ بزن ممدو، زنگ بزن نگم زودتر. یک سوال دارم. آیا ممدو بیبی فاتح رو نیز با خود گرفته باشد؟ خدایا خداوندا، من این را تماما فراموش کردم. من با پلیس منطقه زنگ میزنم. کنی بیا رفته بیبیت رو احوال پرسی کنیم. بس کن، مرا گوش کن. اگر آرام نیستی دیگر دادت رو نمیبینی، فهمیدی؟ خیر میلش، مادامی که یگان چیز رو نمیدونید همه اتون جزا میگیرید. آیدی همه اتون پرونده میکشویم. آقای مظهر یک دقیقه، اون دختر رو با نزد پیکاس من بردم. تو بودی؟ با کدام عقلت اون دختر رو با اونجا بردی؟ سردارم آخر من یگان خیری، این آدم رو راست با اتاقی بازپرسی برید. این کس به درون ما در آمده است اما جدیت کار رو تا حال نمیداند بیچاره. انشالله جاسوسی علیه ما کار میکردگی نیستی. اگر این طور باشد عذاب زیاد میکشی. سردارم یک دقیقه من رو گوش کنید. مایلش خیری گفتم. فهمیدم اولی جناب، فهمیدم. گپت رو در درون بفهمونی. آقای مظهر، من یگان جاسوس نیستم. با من فرمان دادند آخر. کی فرمان داد؟ از کی؟ از لیلا. و از من خواست که اون دختر رو به نزد پیکاس ببرم. حتی گفت که آقای مظهر این را خواست. نمیدونستم این خیلی میشود. راستی گپ نمیدونستم. آقای مظهر، من خواهی نیستم. جواب نمیدهد. چرا این زن جواب نمیدهد؟ یقین ممدو با یگان کاری کرده است. اینقدر تو بی‌طاقت بوده ای؟ کمی ایست آرام شو. خیلی سردارم، بیاید زودتر رویم. گویا که ممدو در آنجا در انتظار تو می باشد. پس چیکار میکنیم سردارم؟ اینجا نشسته منتظر شویم. سردارم، پسرم در دست اون نابکار است. من انتظار زنگ او ایستم مگر. ای آخر از انتظار دیوانه میشوم. سردارم، من دیوانه میشوم. من نه از تو کمتر دیوانه میشوم. اما حالا دست و پایمون بسته است. پلیسا به طرف خانه کشتمانت حرکت میکنند. کمی پس به ما خبر خواهند داد. صبر کن. اما جای رو بینید، با دقت باشید. حالا بیبیت رو میبریم. زودتر شوید. در را کشوید. پلیس در درون کسی هست؟ کماندون، در درون کسی نیست. کسی نیست مگر؟ در را کشوید. نباشد مجبوری میدرویم. کشوید در را. آقای مظهر، به ننگ و ناموسم قسم میخورم. لیلا با من فرمان داد. گفت که فرمانی آقای مظهر میباشد. آخر من از کجا میدونستم که چنین میشود؟ چیزی میگوید گفتن گیرید، اما هرگز مرا خائن نگوید آقای مظهر. میلش آرام شو. همش رو بار دیگر فهمم. خانم لیلا به نزد من آمد و من گفت که رابیا گفتنی تو رو به نزد پیکاس ببر. من راضی شدم. همش همین. اگر یگان کاری خائنی باشد جوابیش لیلا میباشد. من بیگناهم. چه خیلی بیگناهی ها؟ آیا عقلی تو به این کار نمیگیرد؟ مادامی که طبق فرمان عمل کردی، پس چرا به سوالهای من جواب نمیدی؟ چرا به سوالهای من در حال جواب نمیدی؟ خیری، لبای اولی جناب. لیلا را زود پیدا کردن از من بیار. مایلش، اطاعت سردارم. ایست. بیهوده خودت را مانده نکن. من در کجا بودنی او را خوب میدونم. کماندون، چیکار کنیم؟ در رو شکسته درویم. یگان چاره دیگر نداریم. در را شکنید. نجیب سردار، در درون کسی نیست. در را شکستن لازم. به ما خبر دید. خوب شده است، خبر میدهیم. کماندون. خالا خوب هستید؟ چی شد؟ فاتح نمیرن جانم. را کی بیهوش کرد خالا؟ نمیرم رو گریزاندن.
پسرم زودتر شو نبرم در دست آدم میبوشم. او کیست؟ کنی با ما بگوی؟ او چی کار کرد؟ با من یکون کار نکرد. فشار دارم، بیمار هستم، بیهوش شدم، اما نبرم را گرفته گریخت. قد قامتش میزید تو بود. الو نجیب سردار خاله خوب میباشد اما کودک نیست. خاله از یک حال شخص کشتامانت رفته. خوب است. قد و قامتش میانم موی سرش کوتاه در روی گرد میباشد. شاید او کودک را دزدیده باشد. آیا او را دریافت میکنید؟ همه جای رو میکوبیم. انشالله میابیم. سردارم من گپ زنم. الو قماندان با مادر گپ زنم اجازت است؟ البته یک دقیقه. الو مادر من یگید خوب هستید؟ یگید پسرم خوبم لیکن فاتحه را دزدیدن. مادر خاطر نشوید، من او را میابم. شما هرگز نگران نباشید. میلش حالا هر چیزی که میدانید به قماندان نقل کنید، همش را نزدیک فهمانید. میلش پسرم میلش چه خیلی که میبینی بیاد سرکار میباشد. با گمانم که همراه ما نمیآید. افسوس نشد رفتی. اون بیشرف مرد؟ هنوز نه. او رو به جراحی بردند. انشالله که میمیرد. اوه من این نوبکور کاش به دلش میزدم. صبر کن. گمان نمیکنم که از جراحی زنده براید. با من گوش کن. اگر تو رو پرسند که به درون چه خل در آمدی، نام مرا نمیگویی، فهمیدی؟ با آن مقصدی که در زندگیم داشتم مرا رسوندی. با من فرصتی کشتن اون آدم رو تامین کردی. نگران نباش، تو رو نمیفروشم. خیلی خوب. شاید برای فروختنت حاجت نشود. آقای مظهر گوش کنید، من به شما همش رو میفهمونم. کنی با من بیا. این خیلی نمیشود سردارم. شاید رفته با آقای مظهر مصلحت کنیم. راست گفتی. از ما دیده با تجربه تر می باشد. مورد موضوع شخصانی که جاسوس شده صف خود را عوض کردند و خیانتکاران بسیار با تجربه گشتند. حادثه قماندان را تو یک بار با خاطر بیار. او را دزدیده دارو داده بودند. بعد که دیوانه اش کردند قریب بود که قاتل گنرال می شد. کنی اینجا شین. تو چی کار میکنی؟ عقلت رو خوردی مگر؟ پسریگی در دست آنها می باشد. روزهای وزنین را میگذراند. تو باشه خسته قصد کشتنی او را میکنی. باید چیکار میکردم؟ او قصد کشتنی مرا کرد. قصد کشتنی مرا هم کردند، اما من قصد کشتنی کسی را نکردم. اگر مقصد ما کشتن می بود از این بدترش را میکردیم. پس از ارگین کاندو یگان فرقیتی ما نمیماند. علاوه بر این با این عملی کرده ای تو یگان فایده برای ما نمیشد. این برای ما فرصتی کلام بود. او رو به گپ می در آوردیم، او رو استفاده برده مثل او بر این شخصان را دستگیر می کردیم. با این دلیل ها آنها را محکمه می کردیم. همه این کارها در آن وقت می شود که او در دست ما زنده باشد. اگر او را کشیم به جای او دیگر کس می شود. بعد از این قدر حادثه ها حیران هستم که چرا این کار را کردی. اصلا مشکلی در این نبود. او کی بودنی مرا آشکار کردن میخواست. با من تهدید کرد که ملکه بودنی تو رو به یگید میگویم. برای همین قدر کار حاجت به کشتن نبود. به نزد من می آمدی، حادثه را نقل می کردی. یگان راه خاموش کردن او کشتن نیست آخر. به هر حال اون بیشرف گپی گفتش را میکرد. اگر میگفت چی؟ بعد یگید به نزد شما می آمد، به نزد من می آمد. چی بودنی کار رو شما از من دیده خوبتر میدانید. اگر یگید با خبر میشد همه را به پا میخیزوند. او هم مثل تو آدم است، مثل صدها شاگردان دیگری من می باشد. چیزی که گویم مجبور است که آن کار را باور کرده عملی کند. او هم مثل تو آدم است. به هر حال کاری کرده ای تو ناشایم بود. جزای کاری کرده ات را میکشی. طبق قانون حرکت میکنیم.
برای عدالت، برای قانون، برای منفعت به احساسات خودمون نه. اینها رو کی ها فراموش کرده ای؟ تو باشه قانون را پایمال کردی. خیره آقای مظهر در کجاست؟ لیلا رو میجوز کمتر پیش به اتاق بازپرسی رفته بود. تشکر. اکا لبای از فوته یگان خبری هست؟ هنوز یگان خبری نیست خیره. انتظاریم. سردارم بیایید برویم. آیا میدانی که از شخصی به اینجا آورده اگر روزنامه‌نگاران خبردار شوند کار چی می شود؟ سر همه ما در بلا میماند. تمامی تشکیلات رو زیر خطر مانده. آیا این را میدانی؟ چرا شما نمیفهمید؟ باز میگویم که به من تهدید کرد. شما میدونید که اگر یگید با خبر میشد چی کار میکرد؟ انا اون وقت تشکیلات زیر خطر میماند. آقای مظهر بخیر است؟ چرا اینقدر غضبناک میباشید؟ لیلا. آقای مظهر شما پدرخوانده لیلا هستید. به سر او داد زده هرگز او را نمیرنجانید. همین خیلی نه؟ چیزی نشده است. مسئله پیکاس سرم را ویران کرد. کنی گپ زن. آیا از فوته یگان خبری هست؟ در مقابل فوته از ما پیکاس و آرزو را طلب دارند. باید به یگان قرار بیاییم. اگر خواهند هم پیکاس را داده نمیتوانیم. او برای زنده ماندن مجادله میکند. زنده میماند یا نه این را هم نمیدانیم. اما برای خاطر فوته آرزو را میتوانیم دهیم. امروز اگر نشود فردا باز از ما میشود. آقای مظهر میدانم که پیکاس و آرزو برای دعوای ما بسیار هم ضرور میباشند. هیچ کدامی از آنها برای ما از یک شخص بیگناه دیده با قدر و قیمت نیست. آخر او یک کودک بیگناه 5 ساله می باشد. این طور باشد میتوانم که آرزو را گرفته برم. البته من به شخصان بالا بوده همش را میفهمانم. خدا خواهد آنها نیز مقابل نمیبرایند. برایند هم اکنون آموخته شده ایم. کسی می آید. درها کشاید. آمان بیا آرزو. همراه من بیا. من همراه تو به یگان جا نمیروم. ادوکتی خودم رو با من بیاری. تو به من لازم هستی. چی کار میکنی؟ باز مرا شکنجه دادنی؟ بسیار میخواهم که شکنجه کنم، اما این دفعه من کاری دیگری دارم. من به یگان جا نمیروم. تو حق نداری که مرا در اینجا محکم کنی. ما چی گناه داریم؟ چرا در اینجاییم؟ با هر گونه بهانه حق ندارید که ما را در اینجا محکم کنید. خیلی دروغین. زودتر برو. به من گوش کن ادوکت. خوب گوش کن. به این هم شما جانم را به نوکی بینی هم آورده. مرا دیوانه نکن. سرت را از گردنت جدا میکنم. هوشیار باش. عقلت را کار فرما میگویم. این چیز بی سر و سامون نیست. در اینجا قانون وجود دارد. ما هم حق داریم. در یک طرف ترازو پسر یگید فوته می باشد. در طرف دیگر آرزو. این کار با من اونقدر معقول نشد. آقای مظهر فکر شما چیست؟ من هم مثل تو فکر دارم. آنها یگید را در حالی بدون مدافع دریافت کردند. می توانند که با او ضرر رسانند. خوب می شود که با احتیاط باشیم. برات خوش آمدی. گفته بودی که جای ضعیفی یگید را میدانی. همین بوده است؟ شناس شوید. این فاتح پسر یگانه یگید است. گذشته شنید. در حال به سرم یک فکر شیطانی آمد. این کودک رو گرفته همچه دشمن ترک ها و مسلمان ها به وایه میرسانی. پس برعکس پدرش به دیگرها حمله میکند. از این کودک یک قهرمانی خوب میسازم. این آدم یک ثانیه مثل انسان فکر کرده نمیتواند. در حال به سرش فکرهای شیطانی میآید. این لطف شماست. خواستی مرا به یگید رسانیدی؟ بله. در مقابل پسرش با ما پیکاس و البته آرزو را میارد. همش همین؟ آیا یگان چیزی دیگر نمیخواهید؟ یعنی چه خیل؟ باز چی خواهیم؟
عالی جناب، این حال برای آنها یک جان شخصی بیگناه از 100 جان دیگر مهمتر است. در دستمان این فرصت هست. چیزی که گوییم اجرا میکنند. آنها مثل ما آدم ها را نمیکشند. همه این نقشه های ما را افشا کردند. تمام حجت ها در استخبارات هست. بله. پسرش در دست ما می باشد. به شما خاطر رسان میکنم که فرصت بینهایت بزرگ است. تو چه فکر داری برات؟ بسیار فکری عالی جناب است. حداقل روی خط آشکار شدگانی در استخبارات بوده را میخواهیم. این گپی دیگر یگید همه ای کار را میکند. نامهای آنها را از یگید گرفته به سخن میدراریم. کسی که سخن نکند هپ زیر خاک میکنیم. بسیار خوب فکر کردیم اینک. لیکن یگید این کاری ما را تمام نمیکند. پسرش را فدا میکند و سیر و اسرار را نمیفروشد. یگید که من میدانم. خیر کن یک بینیم چی میشود. لبی خواهشایم را بجا آوردی؟ هر دویش را گرفتی؟ عرضه را میارم. اما در اینجا به پیکاسوی خاص کردند. همان دختری که او را چون بمب زنده تیار کرده بود پیکاس را زخمی کرده است. احوالش خیلی وزین است. متاسفانه او را آورده نمیتوانم. پیکاس را زخمی کردند. سلامتیش هم وزنین میباشد. یگید نباشد نقشه ها تغییر یافتند. از تو باز یک چیز دیگر رو میخواهیم. باز چی میخواهید؟ از من چی میخواهید میگویم؟ از تو روی خطی تمامی اقرار شدگانی که تو امروز به دادستان خبر کشی کردند آنها را میخواهیم. چی؟ بله، روی خطی همه اقرار شدگان را میخواهیم. ممدوح تو چی ها میگویی؟ عقلت را گم کرده ای مگر؟ آنها حجت های مخفی هستند. این کار امکان ناپذیر است. آنها را گرفته نمیتوانم. یگید وای نباشد زحمت کشیده آرزو را هم نیاورد. فاتح باشد یک مدت همراه من میایستد. الله یگید مرا شنیده. نمیدونم که تحمل گریه و فیغان این کودک رو چقدر میکنم. اگر به یک تار موی سری او ضرر رسانی میدانم که با تو چی کار کنم. ممدو یکی تو نباید مرا تهدید کنی. روی خط را میخواهیم. اگر علیه ما یگان کار کنی فاتح میمارد. تو نقص میدانی که اگر این روی خط را خواهم هم به من نمیدهند. من باوری دارم که تو یگان راهش را یافته گرفته میتوانی. آخر خواستیم ما نسخه، فیلم، دیسک بری چیزها میباشد. روی خط را در اینجا نظارت میکنیم. یگان نقصان نمیخواهم. تا بازدید هی برای مکان واخوری باز زنگ میزنم. ممدوح کش کن. خدایا چی باید کرد؟ خوش آمدید آقای دادستان. خوش باشید. مرحمت به اون طرف روید. خوش آمدید آقای دادستان. خوش باشید. اتاقی که فرمان داده بودید آماده کردم. تشکری زیاد. پرونده ها آماده هستند؟ آماده اند آقای دادستان. بسیار خوب. شما اینجا باشید. اطاعت سردارم. میرویم. مرحمت. سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام. خوش آمدید. تشکر آقای مدیر. شما می توانید برایید. با اجازت شما.
عجبا سبب با من واخوردنتان در چیست؟ آقای دادستان، اولا سخنهایی که در اینجا زده می شود هرگز نباید که از اینجا بیرون برایند. برای همین از شما امنیت خواهان هستم. در همه مسئله می توانید به من باور کنید. در داخل کارها بسیار بد می باشند. همه از یکدیگر شبهه می کنند. اگر فهمند که من با شما واخوردم مرا زنده نمیگذارند. آسوده باشید، یگان کسی این را ما نمیفهم. با رفیقان نشسته صحبت کردیم. قرار دادیم که با شما آید نقشه های کشیده انقلاب چیزی که میدونیم همش رو فهمونیم. چرا ضد پرونده های دیگر این خیل قرار دادید؟ ما به این تشکیلات برای به دولت و ملتمان خدمت کردن در آمدیم آقای دادستان. پس آن فهمیدیم که در این کار قوه های می باشند که درد ملی ندارند. این اول شبهه بود، اما پس از مدتی ما هم به این خلاصه آمدیم. باور میکنید 3 شب شد که چشمانمان خواب را ندیده است. دیگر رفیقانم همین خیل. مگر شما در همه این نقشه ها شریک بودید؟ متاسفانه بله. حالا باشه چیزی که میدونیم میفهمونیم. بخیر است اکه یگید؟ عاطف، به من روی خطی آشکار شدگان لازم است. اکه این روی خط یک کمی نازکی دارد. چه خیلی؟ اکه تا فرمان و اجازت خطی آقای مظهر نباشد یکم کس آن را دیده نمیتواند. عاطف، من به این روی خط بسیار احتیاج دارم. نباشد با آقای مظهر زنگ زده پرسم اکه؟ عاطف، بیعقلی نکن. اکه تو چیکار میکنی؟ عاطف، کشای این حجت ها را. من وقت ندارم، این حجت ها با من بسیار ضرورند. خیر اینقدر عصبی نشو که میلش میکشایم، لیکن این کارا تماما خوب نیست اکه. ما از خود شما در این کارها همراه بودید؟ اگر هم پس وظیفه شما چی بود؟ وظیفه من بعد از تبادلات کردن مردم را در ورزشگاه دستگیر کرده به دادگاه کشیدن بود. در ورزشگاه؟ بله، ورزشگاه. تمام نزدیکان حکومتداران این روزه را، نویسندگان، کارمندان، صاحبکاران و دیگران را به دادگاه میکشیدیم. حتی برای این کارها را کردن تمام دادستان‌های سودیه ها را معین کرده بودم. همه آنها را من معین کرده بودم. حتی چی؟ در آن مورد در خود همان جایها اغوا کرده چند نفری آنها را قتل میکردیم. از این کارها خوشم میآمد، اما حاضر فکر میکنم نفرتم زیاد میشود نسبت خودم. وظیفه شما چی بود؟ وظیفه من زمینه انقلاب را تیار کردن، نقشه ها را آماده کردن بود، مثل سوی قصد ها. برای چی این کارها را میکردید؟ شاید به فکر عقیده من راضی نباشد، این را میفهمم، اما چرا میکشتید؟ برای چی این کار را میکردیم؟ یک دروغ میگوییم، پس باز این دروغ را باور میکنیم. حتی غیر از ما کسی باور نمیکنه. باوری داشتیم که این انسان ها در حقیقت وطن را فروختند و باید به قتل رسانده شوند. همش دیوانگی بود، اما باز باور میکردیم. میخواهم که همش را به ترتیب فهمانید، نام به نام، روز به روز، ساعت به ساعت. از دستمان چیزی که باید آماده هستیم اجرا کنیم. علاوه بر این شما فکر نکنید که با دستگیر کردن ما همه ای کار را انجام دادید. کادرهای تربیت کردهشون الکی در سر وظیفه اند. اگر دانید پس میخواهم که همش را چون دادستان گوش کنم. با جان و دل. من اکه همه حجت ها تمام، همش را در یک دیسک ثبت کن. زودتر باش، زودتر عاطف، زودتر. میلش اکه حاضر یک دیسک گیرم. خدای توبه، اینو چیکار کرده ایستاده باشن؟ ممتاز چی گپ شد؟ بیا به این اتاق نظر کن. اکا یگید با عاطف چیکار میکنن؟ باز آقا یگید عاطف را سیاست دارد. تو رفته خوراکت را خور، من میستم.
اکه اینها رو چیکار میکنی؟ گوش کن عاطف، با کسی دهانت رو نمیگشایی، فهمیدی؟ فهمو با کسی یگان چیز را نمیگویی. فهمیدم اکه. عاطف، به فکرم تو آرام نمیستی وقتی که من برایم در حال پیش آقای مظهر میروی، همین خیلی نه؟ چرا دروغیم اکه؟ به خدا که فکرم رو فهمیدی. با من بیا عاطف. چی کار میکنی اکه؟ عاطف، البته کمی دردت میکند لیکن عذر میخواهم، بعد همش را به تو میفهمونم. کو بیا، رفتیم. نکن اکه، زودتر. خدایا آنها چی کار میکرده باشند؟ کنی به طرفی راست تابیده؟ عاطف بهوش است مگر؟ آقا یگید رفت. راگا رفتیم کنی بینیم یگان قدسه شده است. مایلش. اکای عاطف، اکای عاطف، با تو چی شد؟ با من چی شده بود؟ ما همین را پرسیدنی بودیم. در اینجا چی گپ شد؟ یگید اکه یگید یک حجت مخفی را به اجازه نسخه برداری کرده گریخت. در حال با آقای مظهر خبر دهید. زودتر خبر دهید. زودتر باش. گوش کن، این کار با فایده تو میشود، فهمیدی؟ اجازه دادید که آقای یگید از این بنا براید. آقای یگید، به فکرم خودتان فهمیدید، مرا مجبور نکنید. گوش کن شرکم، تو باید به من باور کنی. این امر است، التماس مرا مجبور نکنید. از تو هم عذر میخواهم. خودش چی گپ است؟ تو چی کار میکنی؟ گپ نزن میگویم، بسیار نلق. زودتر باید از اینجا رویم. رو گپ. زودتر. آقای مظهر زودتر باشید. خیر است؟ چی شد؟ اکه یگید روی خطی شخصانی مخفی و آشکار شدگان را گرفته گریخت. بگمانم که به ممدوح میدهد باید اگان کار کنیم. کی برآمد؟ 10 دقیقه نشده است. مایلش عاطف، من خودم حل میکنم. به شما براری کار. فهمیدم، آنجا رو میدانم، حاضر میآییم. بله، حجت ها در دستی من. کمتر ماشین رو آهسته کن. گوش کن، از پشت شما بر این ذات های کثیف به سری من آمدند. دمت را گرفته آدم بر این شین، نباشد تو را به بیرون میپرتایم. همراهی آرزوی یک جای بر آمدند، از پسی آنها میباشم. نه من رو نفهمیدم. مایلا یگان حالیسته که شد خبر میدم. انا دادت می آید. بس کن گریه را. دادت می آید. باید خودسندی کنی. کاری من تمام شد. اکه یگید به مکانی واخوری رسید. اکنون این طرفش کاری شماست. پسرم را رها کن. همه چیزهای خواستت را آوردم، همش در اینجاست. اول دیسک رو ده، بعد فاتح را گیر. بیا گیر. اما تا فاتح رو سر ندهی آرزو در دست من میماند. مایلش من راضیم.
сардорам як нафар ба сӯи якай игид меояд. фаҳмопарӣ ман ҳам мебинам. ту намоё нашав. камтар бас ҳаракат мекунӣ. рӯи хатро гирифтӣ. акнун фотеҳро сар де. зудтар корро дароз накун. сабр кун. дискро санҷидан дар кор. сабр кун писарам, сабр кун. каме дигар сабр кун писарам. каме пас меҳо. сабр кун шеракам. сабр кун фотеҳам. ягид писарат мисли духтарҳо дода фарёд назанад. ӯро хуб тарбия накардаӣ. гӯё ки худат мард бошӣ. писарамро сарде мегӯям мемдо. ҳаргиз агар як қадами дигар пешмонӣ гирем ҳам худат ва ҳам писаратро нест мекунам. майлаш ором бош сидоҳатро гир ҳамаш хуб мешавад ором шав мемдо. сардорам ба фикрам корҳо бад шуда истодааст. хайре ҳушёр бош. чӣ кор мекунем? фотеҳро ки сар дод ҳаракат мекунем. мемду дигар роҳи гурез надорад. шумо як сабтро чӣ қадар назорат мекунед? саросима нашав. мо вақти зиёд дорем. лекин ман вақти зиёд надорам. соатҳое ҳастанд ки бояд ба онҳо ҳисобамро баробар кунам. яке аз онҳо дар муқобилат мебошад. ин қадар майл дошта бошӣ дастгир кун. писарамро сарде мегӯям. гапро кам кун ягид. то ҳол кушода натавонисте. каме зудтар бош. ҳамон ака кушода шуд. ака ин холӣ аст. чӣ хел холӣ? холӣ аст ака. ба худо холӣ аст. о чизе надонад ака. ягид ҳамин хел. оё диски холиро овардӣ? маро фиреб кардӣ ҳа? ман касеро фиреб накардам. ва ту ҳамон рӯи хати асосиеро ки худат хоста будӣ овардам мегӯям. намакро гир. дурӯғ мегӯӣ. охир диск холӣ аст. оё бо наҷиб сардор як шуда ба ман чун сохте? чаро ба ту чоҳ канда ҳаёти писарамро дар хатар гузорам. ман барои ту сабти ҳақиқиро ҳамон рӯи хати гуфтаатро овардам. мемду фотеҳро сар де. пешатро холӣ кун то туро паронам. ман ба ту дурӯғ нагуфтам мемду. дом ҳам насохтам. ҳамон сабти хостатро овардам. акнун писарамро сарде мегӯям. ин қадар кӯдаки гирёнчак будаӣ? хаб кун. ғамгенам мемду. ба ҷои ту мебудам ин корро намекардам. ту намерасидӣ. гапро дароз накун, силоҳатро партон. зудтар. оғой барот. дар атроф чӣ гап? наҷиб сардор силоҳашро ба тарафи шумо нишон кардааст. ба ту мегӯям ки тиро аз пешоният мехӯрӣ. гуфта будӣ ки чоҳ насохтам ва гуфти худат ки одами ҳақиқатпарастӣ. ин корҳоятро бас кун ягид. ин ҳиллаҳоят алайҳи ман намегузарад. чӣ хел ҳилла? чӣ хел дом? ту чиҳо мегӯӣ мемду? худатро ба нодонӣ назан. оё ту наҷиб сардорро дар болои сарамон мисли нишонгир намондӣ? ман касеро болои сари ту наовардам мемду. аз он чизе ки мегӯӣ ман бехабарам. ман хости туро иҷро кардам. акнун ту ҳам мардона хости маро иҷро мекунӣ мемду. зудтар писарамро ба ман де. барои дурӯғ гуфтанат писаратро ба ту намедиҳам. ба ту гуфтам қарорист. ист мемду. писарамро сарде. ҳар коре ки мехоҳӣ ба ман бикун. аммо писарамро раҳо кун. ба ту коре намекунам. аммо ту гуфтаҳоямро иҷро мекунӣ. орзуро ба ман биде. писарамро сарде. охир он маротиба мегӯям.
آرزو را روان کن. پیسترم را بده. زودتر. حالا دویده انگیر از قفا. مهمدو این کارات به سزا نمیماند. خیری امروز کارها بسیار بد شد. خیلی از سردارم. از شما هم بد شد. نه خیری مرا چی؟ عادیلا عادیلا چیکار شد؟ عادیلا چی شد با تو میگم؟ مرا دستگیر کردن نتوانستم. فکر کردن که دستگیر شدم. سردارم اخشم را چخیل بازیدم. خیری سلاح را گیر. دستای آنها را بنده. من به نزدیکت میروم. چرا همه وقت مرا از خود جدا میکنید؟ من نفهمیدم چرا مرا اهمیت نمیدی؟ آخر آدم ها را هر دیما دستگیر گپ را کم کن کار کن. من نزدیکت میروم. بسیار گپ نزن. خواب کن اینقدر کودکی گریه چم بده. هرگز دیگر دستت رو با طرف این کودک نبردار. من تنها خواستم که خواب کند. دیگر دست به سر این کودک نمیبرداری. فهمو؟ چه داری اگه خوب هستی؟ چرا این طور کردید سردارم؟ چرا امکان ندادید که من پسرم رو خلاص کنم؟ چرا اجازت ندیم که پسرت رو خلاص کنی یکی؟ ما تنها خواستیم که بر وطن خیانت نکنی. سردارم من بر وطنم خیانت نمی کنم. دیده و دانسته با آنها دستی خالی را آوردم، لیکن شما همه این کار را ویران کردید. پسرم را برد. دانسته آوردی؟ البته. نباشه چرا آتیل را بیهوش کردی؟ اگر یگان کس از درون خبر میداد چی؟ این کار را برای آن کردم که یگان کس نفهمد که من حیله را به کار میبرم. ظاهرا بینم که اینجا حقیقت است. آخر سردارم من کی بر وطن خیانت کردم؟ آیا نمیداند که من این خیل کار را نمی کنم؟ سردارم پسرم تا حال در دستی آنهاست. در دست ممدوحی دیوانه است. این عملیات را برای خلاص کردن پسری تو کرده میگید. قرار داده بودیم که بی آگاهی با تو چاه کنده این کار حل میکنیم. خوب کردید سردارم، بسیار هم خوب کردید. حالا من چیکار میکنم؟ فاتح را دیدید؟ با چشمان گریان زاری کرده گفت که دادا مرا خلاص کن، اما من نتوانستم. خلاص میکنیم یگید. پسرت را از دست آن خائنان میگیریم. چی خیل خلاص میکنیم سردارم؟ در این دنیا یگانه گنجی داشتم فاتح است. اگر من او را دیگر نبینم بعد چیکار میکنم؟ میبینی یگید، مثل پیشینه او را با آغوش گرفته بوسه میکنی. خیلی نزدیک شده بودیم.
تشکر سردارم. احوالش چخیل است دکتر؟ وزنین است. یک چند مدت در اینجا میخوابد. از دستتان هر کاری که میآید کنید. یک کار کنید که این آدم زنده ماند. بر خدا توکل میکنیم. سگی لعنتی نمردی، باز نمردی، اما یک روز میموری. همین که فرصتی مناسب یافتم تو رو میکشم. باز قصد جان کی را داری؟ کنی گپ زن؟ خودم به خودم گپ میزنم. حالا هم یک روی میکنی. لیلا، این آدم در دم جان دادن است. در یک وقتی که به او احتیاج داریم، در یک وقتی که به دستمان افتیده است. او را دستگیر کردیم. چرا چنین کار را کردید؟ اما این کارها از پشت تو شد. من از کاری کردن پشیمون نیستم. لیلا، ما عادیانه زندگی کردن را حق نداریم. برای منفعت های شخصی امان قصد نمیگیریم. این را فهمیده گیر. مثل دیگر شخصان عادی باید با عقلانه رفتار کنیم. آخر آقای مظهر، من آخر ماخر ندارد. اگر خواهی که این دعوایت را صاحبی کنی و ارادت را حاکم شده تبانی و تو باوری کردنم را خواهی در نیم راه ما را ترک نکنی، از منفعت های شخصی دیده دعوا را بالا دانی، با تو کار را دوام میدیم. اگر گویی که نه، من حساب خودم را میگیرم، پس انا در کشاده است. برآمده رو. مرحمت. انا در کشاده. آقای مظهر، یگیت را آوردیم. آیا فاتح را خلاص کردید؟ متاسفانه کارهایمان مثل نقشه های کشیده عملی نشد. این کار خوب نشد. یگیت خیل است. آنقدر حالتش خوب نیست. حالا در کجاست؟ در اتاقش. به چشمانم نگاه کرده، زارا کردنش از خاطرم نمی رود. فاتح را خلاص کرده نتوانستم. از دست ممدوح را گرفته نتوانستم. یکی تو هر چیزی که از دستت آمد کردی. با آن حادث که خالی را برده بودم لیلا، نجید سردار ما را نظارت میکرده است. ناگهان وضعیت تغییر یافت. اگر آنها نمیشنند شاید کار را حل میکرد. آنها این کار را برای آن کردند که پسر زیر خطر نماند. لیکن عاقبتش چه شد؟ گویا عملیات کرده فاتح را نجات دادن میخواستند. حالا پسرم در کجاست؟ در دست یک آدمی تماما دیوانه است. زنده است، مرده است، خدا میداند. یگیت من برایت چیکار کرده میتوانم؟ تا زنگ زدن ممدوح رزیل انتظار میشوم. اگر به دوست احتیاج داشته باشی التماس به من خبر ده. برای پسرت همه کار رو میکنم. من سفسطه نمیگویم یگیت. از دست دادن دوست چیست؟ من خیلی خوب میدانم.
آخر چه کار میکردم؟ آیا از شخصانی که تو را کشتند حیاتمون را سوزاندند انتقام نگیرم؟ کدام از کارهایم خطا بود نفهمیدم. شخصی که ما رو به صدمه دچار کرده کشت یا که این ترسانیدن آرزو که امر و فرمان را او داده بود. رانا، من مجبور بودم که فاتحه را بدزدم. یگید آرزو رو دستگیر کرده بود. اگر میخواستم هم نمیداد. برای همین شده فاتحه رو دزدیدم. مرا نمیفهمی رانا. برای فاتحه غمگینم، اما کاری میشدگی باید شود. چه طوره که من با درد و غمی تو زندگی دارم، دیگرها نیز باید این درد و غم را بکشند. ملیکه گفتی؟ بله. اگر آن دختر پیکاس را کار نمیزد وای در کجا بودن ملیکه را با من میگفت. این به فکر تو عجایب نیست؟ چه جای عجایبی دارد؟ وقتی که پیکاس مکان لیلا را گفتن میخواست او را کار زدن دختر سببی دارد. برای این یگان سبب دیگر را جستجو نکن. پیکاس پدری اون دختر را کشت. اون دختر باشد انتقام پدرش را اگر این کاری قدر آسان بود؟ بله، همین قدر آسان است. عجیبش این که تو آید کارهای گذشته همیشه فکر میکنی. یگید بس کن. چی گفتنی هستی؟ روشن گپ زن. آخر من نمیفهمم که چرا از پای ملیکه گفتنی دختر اینقدر اصرار میکنی. اکنون از او خلاص شو. ملیکه رو از خیالت برار. ملیکه برای تو، برای پسرت و برای آینده‌ات یک خاطره بدی میباشد. این کار آنطوری که تو میگویی ساده نیست لیلا. آن زن حیاتی مرا سوزانده، هورمون‌هایم را نابود کرده بود. ملیکه مرد، خاکستر شد. تو چی کار کرده میتوانی؟ خودت رو از محبس بیچینه خلاص بکن. آینده‌ات رو نظر کن. پسرت به تو احتیاج دارد. فکر فاتح رو بکن. فکر خلاص کردن او رو بکن. راست میگویی لیلا. حسیات من همیشه عقلم را فرو میبرد. پسر جانم. عالی جناب، برای چی اینقدر غمگینید؟ چرا غمگین نشوم؟ کارها خوب نمیروند که همینی. چیزی که شما را غمگین میکند به من بگویید تا در درونتان نماند. همه چیز را میدانی و با سوال میدی. محبس سیوریته به میدان شکنجه مبدل گشته است. تمامی شریکان ما را یک تا دو تا برده در آنجا محکم کرده ایستادند. نفرانی زیادی بهانه بالای بهانه میکنند. آنها را میترسانند. آخر باید پیش از انتخابات ما آنها را زیر فشار قرار دهیم. باید در همه جای عملیات‌های تروریستی را زیاد کنیم، مثل روزهای گذشته. سیاست را این مردم نمیفهمند. آنها را ترساندن لازم. اما همش معلوم از همه کاری بد این که 3 نفر ترسانچک بزدل برای از محبس خلاص شدن همه را فروختند. شما چی میگویید؟ اکنون شنیدی. یگان کس مثل تو نیست. چندین سال در محبس بودی اما یگان قدم به قفا نزدی. لیکن این ترسانچک ها در یک لحظه ما را فروختند. حب انصافان، حق مقانه، حق آینانه. شما بر این انسان هستی و نیستیتون را در دعوا بخشیدید. چطور این کار را میکنند؟ اگر شما نمیشدید آیا آنها به وظیفه میرسیدند؟ آیا کی آنها را در مقام انسانی مانده صاحب وظیفه کرد؟ به فکرم که به دیگران هم عبرت شود. در حال باید یک راه را یابیم. چی گفتی؟ آنها را در حال باید خاموش کنیم برانی بزرگ. زبانه که در نزد زکی یحیی مثل بلبل میخواند آن را باید ببریم. نباشد بعد از آنها دیگرانشان در سخن به نوبت میایستند. آفرین مینیکی من. تو شخصی میباشی که در لحظه های دشوار همه را درک میکنی. من هم در فکر همین بودم. این انسانها را زبانهایشان را نه بلکه سرشان را بریدن در کار.
این کار را به تو حواله میکنم. آشکار شدگان را طوری به قتل رسان که تمام عالم عبرت گیرد. به خلق سیوریتیپ یک اشاره شود. دیگر اعترافچیان خائن فکر کرده عقلشان به سرشان آید و از ترس دلشان بکفد. چی خیلی که میخواهید جنابم؟ بسیار خوب قید کردید بران جان. علاوه بر این دعوا را از ریشه‌اش نیست کردن لازم. امروز روز الهام توست. کنی گپ زن چی کار کنیم؟ دلیل نباشد دعوا هم نمی شود. تمام دلیل های در دست زکی یحیی بوده رو به خاک یکسان میکنیم. بسیار خوب. آیا یگان نقشه داری؟ نقشه اینش رو هم کشیدم. پسر یگید در دستمون می باشد، یعنی که دنبی یگید رو به دست گرفتیم. اکنون چیزی که گویم اجرا میکند. یگید همچون کارگر استخبارات به آسانی میتواند به امنیت درآید. آیا تمامی حجت‌های ارکن کاندو در آنجا نیستند؟ بله عالی جناب، تمامی حجت‌ها در آنجاست. آیا دلیل‌ها را با واسطه یگید نیست میکنیم؟ عیناً همین عالی جناب. بسیار خوب. اما تمامی حجت‌ها آنجا نیستند. در دیگر جای‌ها نیز وجود دارند. هست، لکن وقتی که ما اینها را نیست کنیم در خزینه خودمون نوارهای راست و دروغ بسیار است. آنها رو پخش میکنیم. این دلیل ها باشد ما رو پرقوت میسازند. راست. برای ما بهترین دعوا همان دعوایی است که راست و دروغ بسیار داشته باشد. بله جناب. برای رفیقانی در تلویزیون بوده امان بگویید برای اغوا انداختن باید مواد زیاد تیار کنند. به شوق و هوس زیاد به عهده خودم میگیرم. پس میبینیم که یگید پسرش را چقدر دوست میدارد. مینی که من زیباترین سر در دنیا سری تو می باشد. از همه دوست داشته ترین سر هم سری تو می باشد. آیا در درون این سر چگونه مرد جایگیر باشد؟ این سر چی کار می کند؟ باید در دانشگاه ها کورس ها تشکیل کرده شود. راستی گپ راش کم می آید. آله جناب، مرا شرمگین نکنید. سری من سری شماست. انا گیرید از شما. برای خلاص کردن توانستن فاتح غمگینم میگید. غمگین شدن فایده ندارد آقای مسهر. انشالله که پسرت رو نجات میدیم. پاینده همون رو در دست آن خائنان نمیگذاریم. پسری تو پسری ما هم هست. اما حالا یک کاری مهمی هست که باید آن را اجرا کنیم. چه بود است آقای مسهر؟ 3 نفر که در سیوریتیپ می باشد و دفتری کاری زکی یحیی بردن لازم. نجیب این وظیفه را بر دوش تو میگذارم. البته آقای مسهر. جناب من هم این کار را حل کرده میتوانم. یکی تو کمی استراحت کن. نجیب از عهده این کار برآمده میتواند. می ندارم آقای مسهر. خودتان میدانید. اجازه دهید من روم جناب. مایلش. اگر یگان نویگری شد در حال به ما خبر بده. اطاعت جناب. ما باشیم نقشه اشخیل به نزد زکی یحیی بردن آن را ترتیب بدیم. حالا باشد گذرگاه ما معلوم است. از این سبب تمام حمله ها را باید پیشگیری کنیم. آید مسئله من یک نقشه دارم. اگر اجازه دید عرض کنم. البته کنی فهمون چخیل نقشه داری؟ یگید ایست. چی میخواهی؟ من هم بسیار فکر فاتح رو میکنم. بسیار میخواهم که در نزد تو باشم. اگر یگان عملیات گذرانیدنی باشی همراه برویم. تشکر. این مکتوب رو با شما فرستاندم. مایلش من میروم.
چی معنا دارد؟ مکتوبی است که اگر سخن کنید باعث کشتن شما می شود. مکتوبی کشتن ما؟ چی در حال ترسیدی؟ البته ترسیدم. زن و فرزند دارم. گویا که ما نداریم. چی یعنی برمیگردی؟ برادران، ما به رفیقان سلاح به دستمون خیانت میکنیم؟ آیا خطا نمیکنیم؟ ناگهان به سرم آمد این فکرها. در خیانت کردن ملت شریک بودی. حالا باشد از این خطاگیت باز میگردی. از کار خطا بازگشتن کاری بد نیست. آیا این تو نبودی؟ میگفتی پشیمان شدم. شبها بر چشمم خواب نمیدراید. آیا نخود ما انسان‌های باشیم که مسجد را بتر کنیم، طیاره ها را زده افتانیم، بین انسان‌های خود اخوان راست دادیم؟ میگوید یعنی نگویی. یک خطا کردیم، این خطا را اصلاح میکنیم. از خیانت کردن به ملت و وطن نترسیدیم. آیا از یک خائنی که به سوی ما تیر میپراند میترسیم؟ راست میگوید. در این راه مردن است و بازگشتن نه. آفرین نجیب سردار، بسیار هم نقشه خوب. اگر اجازه دید ما درحال کار را سر کنیم آقای مسر. با شما برای کار میخواهم. خیری انا ببین ما دو کسه شدیم. اگه یکیت نباشد بعد دو کسه میشویم. اگر بسیار کار کنی و تیم اساسی تو رو میگیریم. مربی مرا با بازی نمیدارد گفته قهر نکن. من سزاوار میشوم. خیری گپ را دراز نکن. من دراز نمیکنم، حقمان دراز میکند. خیر زودتر. خیری مایلش میرویم. زودتر رفتیم. آقای مسر زودتر آگرد. کنی و تا زودتر شو. آشکار شدگان را نیست کن. فرمانتان اجرا خواهد شد جنابان. آدمی که به او احتیاج داشتیم آمد. شین. بخیر از گفتنی بودم اما ما با کارهای خیر آواره نمیشویم. باز چی شد؟ یگیت را زنگ زده. از اون میخواهیم که پسرش را صحت و سلامت بیند. پس او باید چی کار کند؟ عدلیه را میسوزاند. حجتهای ضد ارکان کندو را نیست میکند. حجتهایی که به دست خودش به یک عذاب جمع کرده بود و خودش فایده میآورد اکنون. باز چی؟ یک بار خواهیم که زکی یحیی را نیسوزاند. فکری خوب. این را هم میخواهیم. مادامی که زکی یحیی در نزدش است او را هم یک بار سوزاند. من همین خیل گفتم. پس بعد از تمام کردن این کارها پسرش را به یگید میدهیم. آن طرفی کار از انصاف ما وابسته است. نباشد معلوم است که نمیدهیم. به بالایش زیر کردی. پایت را بردار. برات از بلای یگید خلاص شدن فرصت خوب است. پدرش را کشتیم. خودش را هم میکشیم. وقتی که پسرش را هم کشتیم نسلش خاتمه مییابد. تماما از او خلاص میشویم. من از فعالیت امروزه تو خوشحال نشدم. حتی از آنه که با من بازی کردی غضبناکم. پسرم در کجاست ممدو؟ چی حال دارد؟ خوب است؟ خوب است. خوب. گپ رو دراز نکن و مرا گوش کن. مادامی که پسرت را اینقدر دیدن میخواهی، از خاطر روزهای گذشته با تو یک امکانیت دیگر میدهم. به خاطر روزهای گذشته ذره انسان شو ممدو. کمی از خیانت‌های کردت با خبر شوی خوب است. از خاطر روزهای گذشته باز دشنم‌های کردت را نیست پسی سر میکنم. یکیت ممدو، من کی پسرم را دیده میتوانم؟ گپ زن. همین را با من بگو. بازگشت پسرت از خودت وابسته هست. وابسته به تکلیف‌های کرده امون میباشد.
خواستی شما را من اجرا کردم به وعده هم ایستادم. آیا تو به وعده دفاع میکنی ممدو؟ علیه ما چاه کندی و خواستی مرا به آنجا آوردی. نجیب سردار سلاح را به طرف من هدف نشان داد. همین خیلی به وعده ایستادی. خیر باز چیکار میکردن؟ و هم مثل تو از برادرش جای میگردان مگر؟ با خائنان وطن همکاری میکرد مگر؟ بس کن یگید، بس کن. گوش کن، تو مثل برادرم بودی. از برادرم نیست بالاتر بودی ممدو. فاتح هم برای تو مثل پسرت بود، مگر همینطور نبود ممدو؟ زمانهای بود اما حالا نیست. تو با من کاردار شو، هر چیزی که میخواهی با من بخواه. این کاری کرده ای تو نامردی است ممدو. این سخنهای دیگر مرا تاثیر نمیکنه. تا حال نفهمیده ای؟ آنقدر دیوانه نیستم که تو را نفهمم. آخر گمان کردم که حالا هم در وجودت حسی انسانی باقی مانده است. امید داشتم که یک ذره وجدانت باقی مانده است. اینها را یک طرف کن یگید. آیا پسرت را دیدن میخواهی؟ البته که میخواهم. گپ زن، باز چی میخواهی؟ تمام حجت‌های ضد ارکن کندو را که در دست زکی یحیی میباشند آنها را میسوزانی، همش را نابود میکنی. ممدو تو چی ها میگویی؟ عقلت را گم کرده ای مگر؟ چی خیل از من این گونه کار را طلب میکنی؟ میدانی که نمیتوانم. نباشد مهر و محبت بر پسرت دروغ بوده است. همه گریه و ناله دروغ بوده است. مهر و محبت بر پسرم حقیقت است، اما با شما تماما باوری ندارم ممدو. برای چی؟ گفته‌تان را اجرا کنم هم پسرم را با من باز نمیگردانید. وقتی سودا کنی نداری یگید. اگر گفته‌هایم را نکنی پسرت بر زیر خاک میرود. گفتم که کردن نمیتوانم، میفهمی؟ نمیتوانم. مادامی که این خیل است با پسر یگانت الوداع میکن و تو آخران مراتب نیکی میکنم. چه خیل نیکی میکنی؟ مزار پسرت رو به تو میگویم. رفته در سر قبرش دعا میکنی. یک هفت دعا قرض پدریت است. اقلا همین کار رو کن. خرمایلش سلامت باش. ایست ممدو. چی شد؟ مایلش قبول میکنم. گوش کن، گفته‌ات رو اجرا میکنم ممدو. میکنم. آیا دلیل های ارکن کندو رو میسوزانی؟ میسوزانم. گفته‌ات رو اجرا میکنم. آیا تو فاتح را به من برمیگردانی؟ اول آن دلیل ها رو سوزان. آن طرف کار رو میبینیم. زودتر از تو خبری خوش منتظرم. تو از حد گذراندی ممدو. با تو خبری خوش میارم. انتظار باش جرا جان. رفیقان و فکرم که آماده هستید. بیایید میرویم. مرحمت. من جوابم را در نزد خدا میدهم. کسی که از شما میترسد مثل شما میباشد. سخن نکنید. با آنها سر و کار نگیرید. ما کار خودمان رو میکنیم. این خبر رو در حال باید رسونم. سردارم. لبای کنی خبرهای نو را گبزن. پرنده ها از قفس بر آمدند. بسیار خوب. تو نظارت کرده ایست. برادران آماده شوید. پرنده ها از قفس بر آمدند. چیکار کنیم سردارم؟ زیر نشان گیرید. خطا نکنید. همه جایهایش را اشغال کنید. زودتر زودتر. سردارم رفیقان را گرفتید؟ گرفتیم آقای داستان. به
شما می رویم. با دقت باشید. شب بخیر آقای دوتیتان. امشب را در اینجا سهر میکنیم. مگر ماندنی هستی؟ نه عالی جناب. بسیار خوب. کارهایت را که تمام کردی با اتاق من بیا. از پی کارهای ما میشویم. البته میایم. خداوندا مرا به راه درست هدایت کن. عجبا نجیب سردار کجا شد؟ تلفنم در کجاست؟ به فکرم که فراموش کردم. برادران، پرنده ها نزدیک می شوند. آماده شوید. آتش! پرانه!
سردارم راننده گریخت. بلا با پسی راننده. و ما مسافران ماشین راضی. پسرم فاتح جان نکن. انشاءالله وقتی که کلان میشوی حقیقت را فهمیده مرا میبخشه. یگید در اینجا چیکار میکنی؟ در درون بودگی ها شما را آگاه میکنم با کسی ضرر نمیرسانیم. هرگز یگان کاری ناشایسته نکنید. سلاح‌هایتان را به بیرون پرتایید. آخران مراتبه میگویم سلاح‌هایتان را به بیرون پرتایید. وعده میدهم که یگان کس کشته نمیشود. در کشا در اینجا کسی نیست سردارم. آفرین نجیب سردار. گفتیم که پرنده ها از قفس گریختند و ما خودمون به قفس افتادیم. میرویم. زودتر. نجیب الماس سردارم فکر شما حق برآمد. به ما حمله کردن. و یگان چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. جوشا نجاتم داد. به من چیزی نشده است. در حال به مرکز بیا. با دقت باش. چی شد؟ با دیگر ماشین حمله کردن. در این راه مردن است و برگشتن نه. یگید به تو میگویم چیکار میکنی؟ یگید در اینجا چه گپ است؟ گپ زن. آقای دادستان من علاجی دیگر ندارم. آیا اینجا را میسوزانی؟ یگید به تو میگویم برای چی سوزشواری ریختی؟ چرا میسوزانی؟ دیوانه شدی؟ من اینجا را نمیسوزانم بلکه پسرم را نجات میدهم. آقای دادستان یگید این کار را کرده پسرت را نجات دادن نمیتوانی. اگر پسرت را نجات هم دی آینده خود را میسوزانی. پرونده های ارکین کاندو را گرفته بردنی. یگید تصور کن که این گروه قاتلان آزاد شدند. 10 سال است که خون این ملت را میخورند. این را فکر نمیکنی؟ قتل مرشیان را، گریسیمی ها را، خلق سیواس را، 1 می سال 1977 را، قتل دیگر مردم ها را، مرگ خرند دینک را فراموش کردی؟ پسرم را قربان کرده نمیتوانم. فدا کرده نمیتوانم. و تو گفتم باز یک بار دیگر تکرار کنم دلیل ها را سوزانده جان پسرت را خلاص کنی هم آینده خودت را خلاص کرده نمیتوانی. شخصانی را که با آزادی میبراری بازگشته و برگشته خونی ملت را میخورند. من تو را خوب میشناسم یگید. تو این کار را نمیکنی. یگید نزدیک نشوید آقای دادستان. بکش. نزدیک نشوید. آن را به من میگی. زودتر تو با من همه جایش رو گیرد. سردارم همه جا رو احاطه کردیم. با دقت باشید و هیچ کس راه ندهید. هوشیار شوید. اطاعت سردارم. یعنی زودتر حرکت میکنیم. در حال به بنا میدرویم. خوش آمدید ولی جناب. خوش باشید. آقای دادستان در کجاست؟ منتظر شما میباشد. رفته او را جیغ میزنم. مادام که این خیل باشد اول مرا بکش. من طاقتی سیاه شدن آینده این ملت را ندارم. نزدیک نشوید آقای دادستان. نزدیک نشوید. اینجا را آتش میزنم. مرا کشته بعد آتش زده میتوانی. نکن یگید.
خوب فکر کن. نزدیک نشوید. التماس کاری نکن که پس آن پشیمان شوی. من خودم میدانم آقای دادستان. با پیش نظر کنم خطر است، با کفا نظر کنم خطر است. باور کنید سرم خراب شده است. میفهمم یگید. تو اینجا را نسوزان، آتش نزن، آینده این مملکت را خراب نکن. خداوند ما را مدد میکند. البته یگان راهی نجات پسرت را میبینیم. باید پسری مرا نجات دهیم. پسرت را و تمامی کودکان را نجات میدیم. آینده ای کشور ما را نجات میدیم. این را به من ده. خدایا، خداوندا، من چیکار میکنم؟ من چیکار میکنم آقای دادستان؟ بله آقای یگیت، بوی دود به این جایها تا حال نرسیده است. دیگر فاتح رو دیدن نمیخواهی؟ خدایا، خداوندا، به من مدد کن خدا جان. خدا جان. آیا تو را با پسرت تهدید میکنند یگید؟ با کشتن پسرم تهدید میکنند آقای دادستان. اگر نسوزانم آنها پسرم را میکشند. اگر سوزانم آینده تمام کودکان زیر خطر میشود. خودتون به جای من چیکار میکردید آقای دادستان؟ اکنون من چیکار کنم؟ در جای تو بدم دشوار است، بسیار دشوار است. زودتر شو یگید، آنجا را بسوزان. تمامی استانبول زیر دود قرار گیرد. مرا میشنوی؟ آقای دادستان، من علاج دیگر ندارم. اینجا را آتش میزنم. آقای زکی کجا شد؟ خیری کنی رفته بین یگان حادثه نشده باشد. مرا میشنوی؟ بله، آتش زدی؟ بگذار شما سوخته نابود شوید. برای آن که من این حجت ها را نمی سازانم، با آینده این ملتم خیانت نمی کنم. نمی گذارم که این قاتلان آزاد شوند. پدرم فدای این وطن شد. اکنون پسرم. در میلش، این را خودت خواستی. مرا گوش کن، زیرا آخرین مراتب صدای پسرت را میشنوی.